بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، انشاءالله که کسانی که حجامه گیری میان بعضی برادران رو اسپید نمیکنیم، یعنی در زنگ هاشون جواب بتیم، برای که ما خودم توقعیم زیاده روزش اسه چور برادران اپو خوار میان جین خونی میخونیم شو با هم خاطر بعضیش رو اسپید نمیکنم در حالتی یعنی خوندنم پیرزوین که هرشون نمیتونم، بعضیش پیرزوین میگم از زنگ زدگی نیستم، بعضیش مثلا سوال مینویسن در سوالو اینها جواب دادن نمیتونم، یعنی متاسفانه ما رو بفهمین که مثلا من در همه اینها اسپید نمیکنم، زیاده حساب میکنم که وقت 150 تا زنگ میشوه در یک روز، زیاده 60-70 تا سبشن میشوه در واتساپ، ایمو و در اینستاگرام. اسپید نمیکنم کدام اینها را جواب بدم. در ایمو رید که جواب میتونم بعضی برادرها را، در واتساپ جواب میتونم، یعنی به قدر استطاعت حرکت میکنم جواب بدم، یعنی سوالایی که مینویسین اونها را سوالا را نگاه کردن در کور بعد جواب دادن در کور، یعنی ما على طول یعنی تیز جواب دادن نمیتونیم، برای که خدا نکنه خطا کنیم با اون کار شما عمل کنیم و ما در اون گناه شریک شیم. نه با اون خاطر دوستان عزیز انشاءالله که به قریبی درس شروع میشوه و کدامی که حجامه گیری میوین انشاءالله که رقم ها در این جهت هستن، رقم های ما بسیاری ها می نویسن که رقم ها تا چخیل بیویم در مثل لوحه یوتیوب نویستگی رقم های ما و در بسیار کمیتری ها رقم ها نویستگی هم و انشاءالله کدامی که حجامه گیری بیویه انشاءالله که یک قاعده بغدادی برای که ما به قریبی انشاءالله که درس شروع میکنیم، یک قاعده بغدادی انشاءالله برای اونها توفه میکنیم کسی که حجامه گیری بیویه و کدامی که داشته باشین در اون قریبیتون یگان کتابخانه اسلامی باشه میتونید که بخرین از این معلم ثانی انشاءالله که به همین به قریبی درس سر میکنیم، یعنی همون کانالی که ما درس سر میکنیم در زیر همین ویدیو های بدرای انشاءالله پادپیسات کنین تا اینکه در همون درس ها قفا نمونین. در این کانال یعنی فقط دعوت امر معروف و درباره حجامه گپ میره، در اون کانال دیگری انشاءالله فقط درس قاعده و درس قرآن سر میشه باذن الله تعالی. یه روزه انشاءالله سرش میکنیم و کدامی که انشاءالله حجامه گیری میویه با مسواک پدرک میکنیم، مثال زیاده 100 تا مسواک ایده انشاءالله برای همه کدامی که انشاءالله که خواندنی میویه که حجامه گیری میویه انشاءالله که مسواکشون پدرک میکنیم. و چه خاطر؟ به خاطر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه، هر وقت که اگر مسواک مشقت نمیبود بر امتان من اینو یعنی با اونها امر میکنم که در هر یک نماز یعنی مسواک استفاده ببرن. بنیاد خوب داره انشاءالله که با کدامی که انشاءالله که با حجامه گیری مثال چند نمود تسبیح ها هسته قدر کم میکنیم. برای چی خاطر؟ با خاطر که در هر یک نماز انشاءالله ذکر بگن و درس ها را مثال به واسطه تسبیح بخونن تا اینکه تیسر ازیاد کنن، هر یک آیه را 33 بار مثال بگیریم والنجم اذا هوا والنجم اذا هوا والنجم اذا هوا 33 بار تکرار کردی، مثال دیگه آیات میگوی با تکرار میکنی تا اینکه زودتر یعنی حفظ شوه. خب و انشاءالله که 10 قرآن دیگه پدرکم میکنیم در همون کانالی که قاری الجان نوشتگی در همونجا انشاءالله درس شروع میشه به قریبی جمع شین انشاءالله درس سر کنیم به خواست الله. به چه خاطر ما سر میکنیم؟ به خاطر که بسیار برادران ما و شما یعنی قرآن میخونیم خطا، حتی در نمازها منصورایی که ما میخونیم کلیشون خطا هستند. با اون خاطر دعا کنید که خداوند ما و شما رو موفق بگردانه و کدامی که حجامه گیرین انشاءالله میتونید در همین رقم ها زنگ بزنین باذن الله تعالی در خدمتیم. و بسیاری برادران بیمار هستن، زیاده روزش 1 تا 2 تا 3 تا جین زدگی رو میخونیم الحمدلله جونشون میبرن، بعضی هاش مثلا ترسیدگی چند زیاده روزش 5-6 کسا میخونیم الحمدلله، اما روزش نیست که مثلا یگان آدم جین زدگی نیا پیشمون. و امیدوارم که انشاءالله دعا کنیم که خداوند همه این بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا فرماید و خداوند برای ما قوت بده که تو اینکه خدمت کنیم به خاطر الله در راه الله. السلام علیکم. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرماید. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز انشاءالله که برادرانی که حجامه گیری میوین برای همونها یعنی مسواک پدرکم میکنیم و
تسبیح و قاعده بغدادی. قاعده بغدادی برای شخصانی که مثال انشالله به قربی درس سر میکنیم در زیر همین سلکه و انشالله که امو کانال میمونیم خود مثال در کانال نمیشه درس برای که چی میشه در اینجا فقط امر معروفه در زیر همین ویدیو انشالله سلکه میمونیم بردارو که جمع شدن همش مثال شید زیاده 1000 آدم شدن بعد درس شروع میکنیم. کدامید که قاعده داشته باشین هم خیلی مثلا دیگه شهرها هم باشین میتونین که بخرین دسترس کنین. کدامید که در مسکو باشین مثلا کدامید که حجامه گیری اومده ان شاء الله پدرکت میگیم. کدامید که در کار باشه مثلا میتونین که بیاین بخرین یا که ایما یا اینکه اگون دکانی که مثلا نزد دم قریبی شما باشن باذن الله. و ان شاء الله تسبیح کدامید که ان شاء الله حجامه گیری میاد واسه خواستیم که پدرکت کنیم برای برادرانو. مثال مسواک یکی از سنتو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگر مشقت نمیبود بر امتان من ایره یعنی براشون فرض میگرداندم. لولا ان اشق عمل امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاه. امرشون میکردم در هر یک نماز یعنی اگر امر کنه در هر یک نماز نچه به مثل فرض میگرده. اون خاطر وقت تسبیح ان شاء الله برادرو ان شاء الله توفا میکنیم کدام که حجامه گیری بیایه یعنی تسبیح میگیرن مثال درس تکرار میکنن تو اینکه تست زیاد کنن یعنی 33 بار هر یک آیه رو. و این چند نمود قرآن ها داریم انشالله. دفروش هم داریم پدرکه را میکنیم انشالله. در زیر 10 قرآن انشالله پدرکه میکنیم. در زیر این ویدیو سلکه رقماتون بنویسین 10 تا قرآن توفا میکنیم و قاعده بغدادی در دیگه شهر هم باشه انشالله روانشون میکنیم باذن الله تعالی. یعنی در زیر همین ویدیو سلکه و در اینستاگرام انشالله بدرین پدپیست کنین و ان شاء الله کی چی میکنیم افیر میکنیم درس برادر بسیاری هاش میپرسیم چیز افیری اینستاگرام. بقدر امان الله بوده باشین. السلام.